دیروز یه آقای مراجعه کرده بودن برای درمان ریزش موهاشون و ما تصمیم گرفتیم بعد از مشاوره‌ای که با ایشون داشتیم براشون این جلسه رو PRP انجام بدیم. PRP پلاکت غنی شده خون هستش که چون از خون خودتون تهیه میشه جزو بی خطرترین و ایمن‌ترین روش‌های درمان ریزش موه. در حال آماده سازی PRP هستیم برای درمان ریزش مو. مرحله اول سانتریفیوژ رو برای کلیتمون انجام دادیم. همونطور که می‌بینید بافیکوت ها و پلاسما و آربیسی های خون جدا شده. توی این مرحله ما آربیسی و بافیکوت رو دور می‌ریزیم و فقط پلاسما رو جدا می‌کنیم و پلاسمای خالی رو توی کیت خشک می‌ریزیم. برای وارد کردن پلاسما به کیت خشک باید با زاویه اوریب بگیریم طوری که حداقل تروماتیزاسیون اتفاق بیفته. کیت دوم ما 4 تا کیت از کلینیکمون خون گرفتیم که بتونیم به یک حجم مؤثری از PRP دسترسی پیدا کنیم. خب ما به این حجم از پلاسما رسیدیم که برای دور دوم سانتریفیوژ و انجام میشه. دور دوم با دور 2500 و به مدت 10 دقیقه انجام میشه. بعد از اینکه حالا پلاکت آماده شد که خود پروسه آماده سازی پلاکت ها هم تقریبا یه چیزی حدود 1 ساعت طول میکشه. توی این فاصله ما برای ایشون بی‌حسی گذاشتیم. بی‌حسی که ما میذاریم به خاطر اینکه شما کمترین میزان درد رو متحمل بشید هم با روش موضعی هست، یعنی بی‌حسی حالا از اسپری یا پماد بی‌حسی استفاده میکنیم و علاوه بر اون در داخل اون پروداکت یا اون محصول نهایی که میخوایم براتون تزریق بکنیم ما یک ماده به نام بیکربنات سدیم رو ترکیب میکنیم. ترکیب بیکربنات سدیم با محصول نهایی PRP مزیتی که داره pHش رو متعادل میکنه و یکی از حالا مشکلاتی که خب PRP همیشه داره و شاید به خاطر این یک سری از افراد دوستش ندارن درد و سوزشش هست که ما این مشکل درد و سوزشش رو تا حد خیلی خیلی زیادی با ترکیب بیکربنات سدیم و با بلاک عصبی که قبل از کار انجام میدیم برطرف میکنیم. من دکتر حسنی هستم. خوشحال میشم چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید و اینکه هر هفته براتون کلی ویدیوهای جدید داریم. هر سوالی هم که داشتید میتونید برام بنویسید، حتما جوابتون رو میدیم.